خطاب دارم به حکومت ظالم تاجیکستان. شما فکر میکنید بر این ظلم، بر زندان کردن و شهید کردن مردم مظلوم تاجیکستان به مقصد خود میرسید؟ نه، این خطاست. هر چقدر که شما ظلم میکنید، هر چقدر که ملت خود را از بین میبرید، فعالان سیاسی را زندان میکنید، همون قدر شما شرمنده و رسوا میشوید. گفتنی هستم که این برادرانی که در این همایش اشتراک دارند، اکثریت برادران و خانواده اینها در دست شما اسیر افتادند و شما خیال میکنید که به اسیر گرفتن خانواده و خویش و اقربان این فعالان سیاسی، این مردم مبارز دست میکشند از مبارزه خود. این خطاست. این رفتار و این کارهای شما دوباره روحیه این برادران، این جوانمردان را زنده میکند و در مقابل شما ظالمان ایستادگی میکنند.